مثل تیک تیک ساعت وقتتون داره میگذره. دنیا جاهای خیلی زیبایی داره. تا حالا کجاهاشو دیدی؟ بچه ها با یه چشم به هم زدن دارن بزرگ میشن. حیف نیست وقت بیشتری رو باهاشون نگذرونیم؟ آیا برای دوران طلایی زندگیتون، برای دوران کهنسالی که تا چشم به هم بزنین از راه میرسه، هیچ برنامه مالی دارین؟ آماده این با این قیمتایی که هر روز داره گرونتر میشه؟ راستی برنامه 3 سال آینده‌تون چیه؟ آیا هنوز هم میخواین کارمند بمونید؟ تا حالا فکر کردی با کار کارمندی و تورم‌هایی که امروزه هست چطور میشه وام دانشجویی رو پرداخت کنی؟ هیچ کس قدر شما رو بیشتر از خودتون نمیدونه. به نظرتون وقتش نشده که دیگه برای خودتون کار کنید؟ من سرینا هستم، در واشنگتن استیت آمریکا یه ریل استیت بروکر. اسم من پل هست، من مهندسم. و حدود 3 سال و نیم پیش ما بزنس آنلاین خودمون رو هم شروع کردیم. سلام، من رامیلا هستم، یک حسابدار، یک مادر و یک همسر. هر روز از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر پشت همین میز دارم کار میکنم. من الهام هستم، یک فروشگاه مواد غذایی پت و گرومینگ دارم. من مادونا هستم که 14 ساله به همراه خانوادم در امریکا زندگی میکنم. کار اصلی من حسابداری هستش و همچنین یک دانشجو هستم و در کنار دانشجو بودنم هم دارم کار دیجیتال مارکتینگ رو انجام میدم. فیروزه هستم، یک مادرم، یک همسرم، معلم هستم و مدیریت یک بیزینس آفلاین رو به عهده دارم و در کانادا زندگی میکنم. من سپیدم و توی یه پروژه ملکی مسئول فروش هستم و کنارش هم بیزینس خودم رو دارم. من و همسرم همیشه به دنبال این بودیم که در کنار شغل اصلیمون یه درآمد جانبی دیگه‌ای داشته باشیم تا بتونیم خواسته های بچه هامون رو عملی کنیم. با شروع این بیزینس آنلاین من و همسرم می توانیم در کنار بچه هایمان درآمدزایی کنیم و آینده خوبی را برایشان بسازیم و از بزرگ شدنشان لذت ببریم. من این بیزنس شروع کردم همراه شوهرم 3 سال و نیم پیش و دلیلش این بودش که بتونم همراهشون که مهندس هستن و سفر زیاد میکنن سفر بکنم، این دنیای زیبا رو بهتر ببینم و خاطرات زیبایی با هم درست کنیم. دلم میخواد تو این دورانی که دیگه نمیتونم کار بکنم راحت‌تر زندگی کنم، از نظر مالی دستم بازتر باشه، بتونم وقت بیشتری با نواهام بگذرونم و براشون چیزایی که دلشون میخواد و بخرم. این بیزینس آنلاین این امکانه به من داده که بتونم وام‌های دانشجوییمو پرداخت بکنم. اگه شما هم مثل من دانشجو هستید و به دنبال راهی هستید که بتونید وام‌های دانشجویی رو سریعتر پرداخت بکنید، این بیزینس رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم. از اینکه وقت بیشتری برای اهدافم میذارم خوشحال و خوشحالترم. نمیخواستم دیگه آقا بالا سر داشته باشم و تمام عمر یک کارمند باقی بمونم. دلم میخواست که بیزینس خودم رو داشته باشم و برای خودم کار کنم. اگر دوست دارین یه دونه بیزنسی داشته باشین که بخواین از خونه یا هر جای دیگه مثل من و شوهرم بیزنستون رو راه بندازین و کسب درآمد بکنین، با من سرینا همون هدیه به فرمایشامی که تو کانادا بودم و آفلاین بیزنس داشتم تماس بگیرین تا من راهنماییتون کنم که چجوری یه دونه آنلاین بیزنس شروع کنین و سفر بکنین و زندگیتون رو لذت ببرین. پس منتظر چی هستین؟ برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر این ویدیو کلیک کنید و ثبت نام کنین.